سلام رفقای گلم، امیدوارم حالتون عالی و عالی عالی باشه. صبح جمعتون بخیر. بریم سراغ 24 5 2024 ببینیم که یورو دلار در چه وضعیتی قرار داره. من اول میام 240. بچا دقت کنین، یورو دلار این سقف آخریشو نتونست رد شه، سقفی که خیلی مهم بود برای ما و من دو بارم هایلایتش کردم و انتظار این رو داشتم که نتونه این محدوده رو رد شه و الان افتاده توی فاز اصلاحی، ولی ترند ما فعلا سعودی هستش. این تو ذهنتون باشه و این هم سایکل ریزش ما تموم شده است، یعنی زیر این محدوده دیگه تقریبا منطق نداره. ولی الان اینجا توی 60 دقیقه اگه بیایم خوب دقت کنیم، الان یورو دلار اینجا خب و این محدوده‌ای که براتون مشخص کردم و محدوده پایین‌تری احتمال ریورس قیمت رو به بالا هست که محدوده پایین‌تر منظورم 1.07665 1.07590. این محدوده برای من ملاک هست، نه محدوده بالایی. صرفا از اینجا تثبیت بده فروش خواهم گرفت تا محدوده پایینی، ولی این محدوده برای من محدوده ملاک هستش برای بای زدن تا تارگت های بالاتر. امیدوارم که این تحلیل به کارتون اومده باشه. بچه حتما عضو کانال تلگرامی بشید، چرا که تحلیل اونجا آپدیت میشه و سیگنال ها رایگان براتون قرار داده میشه. بهترین ها رو براتون آرزومند هستم.